سلام، صبحتون بخیر. من سینا هستم و بریم به دنیای جذاب حاشیه. بعد از شکایت سرخابی‌های پایتخت علیه سپاهان، حالا باشگاه تراکتور هم با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ خواهان اشد برخورد با این باشگاه اصفهانی شده و حتی درخواست کرده این تیم به دسته دوم سقوط کنه. اما مهمترین خبر روز گذشته میرسه به رأی AFC با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی تیم‌های عربستانی و ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا تو زمین خودشون برگزار میشه و دیگه خبری از بازی تو کشور ثالث نیست، در حالی که علی خطیر تو برنامه فوتبال برتر اعلام کرد جواد نکونام کاملا در جریان جدایی آریا برزگر بوده. اما سرمربی استقلال اعلام کرد اگر این حرفا حقیقت داشته باشه از فوتبال میره. به گفته محمد حسین میثاقی که با توجه به قانون سقف بودجه این رقم واقعا عجیبه. دمتون گرم که بازم منو همراهی کردین. نظراتتون رو کامنت کنین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.